دادگاه ناحیه کلین شهر تویمن یک مرد 56 ساله زاده تاجیکستان را در بدرفتاری جنسی نسبت به دو دختر اوگای خردسالش گناهکار دانسته او را به 14 سال زندانی نظامش سنگین محکوم کرد. بنا به اطلاع خدمات مطبوعاتی دادگاه ولایت تویمن، دادگاه مرد را اینچنین به فایده یکی از کودکان تجاوز شده 500,000 روبل جریمه هم بسته است. بنا به مواد پرونده این مرد سالخورده سال 2013 به تویمن به مردی کاری آمده در اینجا با یک زن محلی شناس شده است. او در خانه این زن استقامت میکرد. آن وقت زن دو دختر 9 و 10 ساله داشته است. بنا به اطلاع منبع این مرد از نبودن مادرشان استفاده کرده در طول سالهای 2013-2014 دخترچه ها را تجاوز میکرد و نسبت به آنها حرکت های شهوانی انجام میداد. کودکان هراس خورده از این رفتار نامطلوب میترسیدند که درباره جنایت های پدراندرشان به مادر خود گپ زنند، زیرا خواهران فکر میکردند که مادرشان به آنها باور نخواهد کرد. مرد ظالم کودکان را با شلنگ میزد و سال 2015 مادرشان را بوغی کرده تهدید کشتن هم کرده است. زن به قرار رسید که از این مرد جدا شود. وقتی که دخترانش به وی اصلی گپ را گفتند، زن به پلیس مراجعت کرد. گفته می شود در اطلاعیه دادگاه این مرد را که زاده تاجیکستان است بعد شکایت زن و فرزند، ولی او در جریان تفتیشات اتهامات اعلان شده را قطعا رد کرد و گفت تنها میخواست که فرزندان همسرش را تربیت کند. همچنین او ادعا کرد که وقتی از آن زن جدا شد، زن با دخترانش زبان یک کرده برای انتقام جویی او به او تهمت زده. اما خدمات مطبوعاتی دادگاه ولایت تویمن ادعا دارد که با تفتیشات میسر شد که 3 حالت استفاده زورآوری، 3 حالت بدرفتاری شهوانی نسبت به یکی از کودکان، 2 مورد تجاوز خواهر او و همچنین تهدید کشتن مادر آنها را اثبات کند. حکم شهروندی تاجیکستان هنوز قوه اجرا نگرفته است. او میتواند از این حکم به دادگاه بالایی شکایت برد.